سلام تماشابینان عزیز، خلاصه خبرهای مهم 18 اکتبر تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبری مهم روز در این برنامه. رسانه‌ها داعش در مرز با تاجیکستان به عسکرگیری سر کرده است. سفیر قرقیزستان در دوشنبه گرفتار کرونا ویروس شده است. بر اساس قانون عفو حکم یاروف 4 سال و از اودینایف 3 سال کم کردند، ولی اودینایف آزادیش را طلب کرده است. حیات نعمت سمرقندی، یک رمز تاجیکان سمرقند، از عالم رفت. کارمند بخش مخفی کمیسریات ختلان به پاره‌خوری عیبدار می شود. مرگ راننده تاجیک و مسافرش در یک صدمه در ولایت لنینگراد. هلاکت 4 نفر در 3 صدمه روز اخیر. حمله‌اش را 3 کرد زد. آدمکشی در جماعت رفشن ظفرآباد. و اکنون تفصیلات خبرها. سازمان تروریستی به نام دولت اسلامی به طور فعالانه به جلب اعضای نو در ولایت‌های شمال و شرق تاجیکستان شروع کرده است. در این باره از قبل یک وکیل سابق پارلمان افغانستان از ولایت قندوز تلگرام کانال وین ابازریواتل خبر داد. این نشریه ذکر کرده است که افغانستان مرز در شمال با تاجیکستان هم مرز است. این نشریه همچنین یادآور شده است که رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین هفته گذشته در ملاقات با رهبران نهادهای امنیتی کشور اسنگ گفت تروریست‌ها از سوریه و عراق به صورت فعالانه از سوریه و عراق به افغانستان آمده ایستادند و می توانند از آنجا به تفسیه طلبی به طرف کشورهای همسایه سر کنند. جنگیان حرکت تندرو طالبان که اخیراً افغانستان را غصب کردند می توانند مستقلانه خطر داعش را برطرف کنند. آنها در این مسئله حتی همکاری با امریکا را رد کردند. ولی جریان حادثه ها نشان میدهد که طالبان ظاهراً توان پوره گرفتن پیش روی داعش را ندارند. تنها در یک هفته اخیر جنگیان داعش محصولات 3 حمله خونین مرگ طلبانه به مسجدهای شیعه ها در کابل، سیدآباد، قندوز و قندهار را که حدود 200 کشته به جا گذاشت به دوش گرفتند. قبلا داعشی ها از گروه داعش خراسان محصولات قتل حدود 100 نفر بر اثر حمله مرگ طلبانه در فرودگاه کابل را هم به گردن گرفته بودند. در دوشنبه ترس دارند که جنگیان زاده تاجیکستان هم از سوریه و عراق به شمال افغانستان آمدند و در سر قصد به این طرف پنج و امودریا و پیش از همه به افغانستان گسترش دادن جبهه به نام جهاد خود را دارند. حمایت کامل 1425 کیلومتر مرز تاجیکستان با افغانستان به دلیل ریلیف مرکب کوهستانیش امکان پذیر به نظر نمی رسد. در افغانستان در صف حرکت تندرو طالبان نیز دهها جنگجوی زاده تاجیکستان می جنگد. مناسبت‌ها بین دوشنبه و طالبان بعد قدرت را در افغانستان به دست آوردن این گروه تندرو سرد و حتی دشمنانه باقی میماند و در دوشنبه این تشویش نچند بی اساس وجود دارد که طالبان به نشان انتقام به پشتیبانی تاجیکستان از جبهه مقاومت ملی افغانستان برابری احمد مسعود می توانند این جنگجویان تاجیکستانی به طالبان صادق را برای انجام حمله های مسلحانه به قلمرو تاجیکستان استفاده کنند. سفیر قرقیزستان در تاجیکستان ژنیش رستمبیکوف گرفتار کرونا ویروس شده است و این دلیل روز 18 اکتبر در جلسه کمیته امور بین المللی امنیت و مدافعه ژوگورکو کنش پارلمان قرقیزستان اشتراک کردن نتوانست. خبر داد نشریه قرقیزی 24 کگم. رستمبیکوف باید به اعضای کمیته درباره وضع مناسبت‌ها با تاجیکستان حسابات میداد. معاون وزیر کارهای خارجه قرقیزستان اویبک اورتقبایف از کمیته خواست که بررسی این مسئله را به تأخیر گذارند. رستمبیکوف بیمار شده است. خواهش میکنیم حسابات او را 2 هفته عقب گذارید. مراجعت کرد به وکیلان اویبک اورتقبایف. معلوم نیست که رستمبیکوف در تاجیکستان به کرونا ویروس گرفتار شده است یا در قرقیزستان. طبق معلوم وزارت تندرستی تاجیکستان از 13 ماه به این طرف پای فشارانه حسابات میدهد که در جمهوری حالت نو گرفتاری به کرونا ویروس آشکار نشده است. در بین بیشتر از یک ماه این وزارت تنها یک روز 15 اکتبر درباره ثبت شدن 2 حالت نو سرایت به کرونا ویروس خبر داد، ولی معلوم نیست که آیا یکی از این 2 نفر سرایت شده سفیر قرقیزستان بود یا خیر. روز 18 اکتبر در جلسه کمیته پارلمان وکیل عبدالوهاب نوربایف به معاون وزیر خارجه خاطررسان کرد که این کمیته ژوگورکو کنش
قبلا به رستنبیکوف اظهار ناباوری کرده بود. شما کی به جای وی سفیر نو تعیین میکنید؟ کمیته قرار برآورده بود که ژنیش رستنبیکوف فرا خوانده شود. او میداند که باید برود و از این رو کار نمیکند، ولی ما باید تا رفتنش حسابات او را شنویم. باید بدانیم که او 3 سال با چه کار مشغول بود، برای چه کاری معاش میگرفت. اظهار داشت نوربایف. روز 2 مای همگی چند روز بعد مناقشه خونین در مرز با تاجیکستان، وکیل ژوگورکو کینش کرامت ارزویوا به کمیته پارلمان پیشنهاد کرده بود که مسئله مسئولیت رستنبیکوف در این حادثه ها را بررسی کند. او گفت رستنبیکوف نتوانست به بهبودی مناسبت های بشکک با دوشنبه نوئل شود. از زمان تعیین او به مقام سفیر مناقشه ها در مرز قرقیزستان با تاجیکستان هیچ تمام نمی شوند. او باید نه فقط از کار گرفته شود، بلکه باید به جوابگری هم کشیده شود. طلب کرده بود اون وقت کرامت ارزویوا. ژنیش رستنبیکوف دکابر سال 2018 سفیر قرقیزستان در تاجیکستان تعیین شد. در پایان ماه اپریل سال 2021 در مرز تاجیکستان با قرقیزستان درگیری‌های مسلحانه روی داد که 55 کشته و 240 زخمی به جا گذاشت. اکثر کشته شده ها و زخمی ها از طرف قرقیزستان بود. بر اساس قانون عفوی که ماه سپتامبر به مناسبت 30 سالگی استقلال تاجیکستان قبول شد، مهلت حکم ادوکات شناخته بزرگمیر یوروف 4 سال، حکم معاون زندانی رئیس حزب مخالف سوسیال دموکرات تاجیکستان محمود اودینایف 3 سال و پسر او شیخ موسیالدین رضایف 1 سال کم کردند. یوروف در عموم به 28 سال زندان، اودینایف به 14 سال و پسرش به 6 سال زندان محکوم شدند. ولی اودینایف از این شمار زیر سند عفوش امضا نگذاشته طلب کرده است که او را آزاد کنند، چون که یگان گناه ندارد. خاصیت یوروف و خواهر بزرگمیر یوروف گفت بر اساس قانون عفو باز 4 سال دیگر از حکم برادرش کم کردند. در عفو سال 2019 6.5 سال از جزایش کم شده بود، حالا 4 سال کم کرده شد. به حساب 6 سالی که در محبس به سر میبرد 11 سال و 6 ماه دیگر حکم مانده است، گفت خاصیت یوروف به خبرنگار رادیوی آزادی میرزا نبی خالقزاد. بزرگمیر یوروف تیر ماه سال 2015 در طی تشکیل یک کمیته برای حمایت اعضای زندانی حزب فعلا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی بازداشت و با جرم قلابی، ساخته‌کاری، تحقیر پرزیدنت، تحقیر نماینده حکومت و به احترامی نسبت به سود در عموم به 18 سال زندان محکوم شد. حامیان حقوق حکم یوروف را سیاسی و خود او را محبوس سیاسی میشمارند و آزادیش را از مقامات تاجیکستان طلب دارند. کمیته حقوق انسانی سازمان ملل نیز 2 سال پیش حکم بزرگمیر یوروف را بی اساس نامیده از حکومت تاجیکستان خواسته بود که ادوکات زندانی را آزاد کرده به او برای سالهای پشت پنجره به سر برده‌اش جبران بشود، ولی دوشنبه این توصیه سازمان ملل را نپذیرفت. بر اساس قانون عفو از حکم محمود اودینایف معاون زندانی رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان که 1 سال پیش به 14 سال زندان محکوم شد 3 سال کم کردند. ولی حبیب الله رضایف پسر محمود اودینایف روز 7 اکتبر به میرزا نبی خالقزاده از قبل پدرش گفت که او زیر سند عفوش که کمیسیون اجرای قانون عفو برای شناسایی و امضا کردن به وی داده است امضا نگذاشته است. پدرم گفت خود را گناهکار نمی‌یابد و چرا برای کاری که نکرده است شامل عفو شود، یعنی بی اساس اعتراف کند که دست به جنایت زده است. پدرم گفت این گناه را هیچگاه قبول ندارد، نقل کرد حبیب الله رضایف. ولی یک کارمند اداره زندان‌های وزارت عدلیه گفته است که صرف نظر از سند عفو را امضا کردن یا نکردن اودینایف، قانون عفو نسبت به او تطبیق و حکمش 3 سال کم می شود. نزدیکان محمود اودینایف میگویند وضع سلامتیش در محبس خوب نیست و او در قسمت طبی زندان نو شهر وحدت معالجه میگیرد. به قول آنها وی از درد ستون موره اذیت میکشد. گفته میشد که محمود اودینایف را در جریان تفتیشات لطکوب کرده ستون موره‌اش را معیوب کردند، ولی وزیر کارهای داخلی رمضان رحیم‌زاده شکنجه شدن اودینایف را رد کرده بود. محمود اودینایف ماه نوامبر سال 2020 در پی اعتراض در نزد کمیساریات حربی در شهر ایسار و دعوت مردم به تظاهرات در دوشنبه دستگیر و ماه ینور سال 2021 به 14 سال زندان محکوم شد. همراه او پسرش شیخ مصلح‌الدین رضایف نیز با اتهام اوباشی و کوشش تجاوز به ناموس به 6 سال زندان محکوم کردند.
نزدیکانش میگفتند که او قربان فعالیت‌های سیاسی اپوزیسیونی پدرش شده است. میرنگور رضایeva همسر پیشین مامورود اودینایف 17 اکتبر گفت هفته گذشته با پسرش تلفنی صحبت داشت و او گفته است بر اساس قانون یافت 1 سال مهلت جزایش کم کرده شد. شیخ مصلح الدین رضایف در مبحث یکم سویتسکی ادای حکم میکند. تماشابینان عزیز، یادآور میشویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه میدهیم. حیات نعمت سمرقندی ادیب شناخته تاجیک صبح 18 اکتبر در زادگاهش سمرقند وفات کرد. بنا به اطلاع فرنگیان سمرقند که در گذشت حیات نعمت را یک ضربه سنگین به اهل ادبیات و فرهنگ این منطقه تاجیک نشین می شمارند، مراسم نماز جنازه ادیب معروف ساعت 14 در دهه کوی سخا در نوی سمرقند برگزار می شود. حیات نعمت 31 ایول سال 1943 در دهه قواله نوی سمرقند به دنیا آمده. در 4 سالگی بر اثر یک فلاکت مجروح گردیده از پای روان محروم شد. او 8.5 سال در بستر بیماری در بیمارستان به سر برده تا صنف 7 در مکتب روسی نزد بیمارستان و از صنف 8 در مکتب رقم 16 تحصیل کرده است. حیات نعمت از سالهای 1965 تا 1983 به حیث محاسب و سرمحاسب در اداره معارف نوی سمرقند و از سال 1983 تا 1996 به حیث سرمحاسب اداره معارف ولایت سمرقند کار کرده. در این بین سال 1982 رشته فیلولوژی دانشکده آموزگاری سمرقند را هم ختم کرد. برای سالیان کارش در ساحه معارف حیات نعمت سزاوار عنوان آلوچه معروف خلق ازبکستان شده است. حیات نعمت از عنوان نورسی شعر می گفت و اشعارش در مجموعه شعر نشر شدند. او همچنان صدها غزل از سعدی، جامی و خمینی را به ازبکی ترجمه و نشر کرده. مؤلف چندین درامه منظوم از جمله مهر پیروز یا زاده نور و ایدئولوژی درد روزگار آدم عبارت از 2 نمایشنامه برادرکش و فراموشی می باشد. حیات نعمت بیش از 30 سال تذکیر ادیبان، شاعران، دانشمندان گمنام آخر عصر 19 و اول عصر 20 را فراهم آورده تا پایان عمرش به تحقیق حیات و ایجادیات شخصیت‌های برومند و آزادخواه تاجیک مشغول بود. در ساحه ادبیات شناسی نیز دایر به ایجادیات مولوی چند تحقیقات علمی داشت به مانند مونوگرافیاهای فرهنگ مردمی آثار مولوی و فرهنگ واژه‌ها و افاده‌های مردمی در آثار مولوی. حیات نعمت سمرقندی یکی از مبارزان فعال برای حفظ زبان تاجیکی در سمرقند و دیگر منطقه‌های تاجیک نشین ازبکستان بود و در دوران پرزیدنتی اسلام کریموف حتی به تاجیکستان پناه آورد و چندین سال در خوابگاه وزارت فرهنگ در دوشنبه به سر برد. تنها بعد مرگ کریموف حیات نعمتوف توانست به زادگاهش سمرقند برگردد. اگنتی مبارزه با کروپسیون تاجیکستان خبر داد که به ضد رجب علی دوستوف سردار دستگاه علاقه مخصوص مخفی زیرشعبه علاقه کمیساریت حربی ولایت ختلان بر اساس ماده 247 قسم 3 بند ا کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با اتهام قلابی به مبلغ بزرگ پرونده جنایتی آغاز کرده. این پرونده را برای تفتیش به دست سرپرکراتور حربی جمهوری سپرده است. بنا به گزارش مرکز مطبوعات اگنتی، دوستوف رجب علی در وظیفه سردار دستگاه علاقه مخصوص مخفی زیرشعبه علاقه کمیساریت حربی ولایت ختلان کار کرده. در دوره فعالیت کاریش با استفاده از وکالت خدمتی برای فریب و سوء استفاده باوری از شهروند ا برای از خدمت حربی آزاد نمودن برادرش مبلغ 22,000 سومانی طلب نموده است. بنا به این منبع در نتیجه چاره‌های اپراتیوی تفتیشاتی دوستوف بعد به واسطه طلب کردن و گرفتن مبلغ 22,000 سومانی از شهروند ا در جای حادثه دستگیر کرده شد. از اون مبلغ 22,000 سومانی همچون دلیل شیعی یافته گرفته شد و دوستوف بر اساس قسم 3 ماده 247 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان همچون جزا جریمه به مبلغ از 912 تا 1460 نشان دهنده برای حساب‌ها یک نشان دهنده 60 سومانی و یا از 5 تا 8 سال زندان تهدید میکند. خبر بازداشت او در حال نشر شد که در تاجیکستان موسم تیره‌ماهی دعوت به صف قوه‌های مسلح ادامه دارد. موسم دعوت
از 1 اکتبر آغاز یافته تا 30 نوامبر دوام میکند. اخیراً در تاجیکستان قانون درباره خدمت آلترناتیوی هم قبول شد که بر اساس آن شهروندانی که نمیخواهند 2 سال خدمت حربی بروند میتوانند با پرداخت 25200 سومانی به بودجه دولت همگی 1 ماه خدمت کنند. معلوم نیست که چرا شهروند به جای رسما رها کردن برادرش از خدمت با پرداخت 25200 سومانی به دادن 22000 سومانی باعث پاره برتری داده است. در یک صدمه در ولایت لنینگراد روسیه راننده تاجیک و یک زن مسافر به هلاکت رسیده، یک زن دیگر مسافر سخت مجروح شده است. بنا به اطلاع پلیس منطقه، صدمه شب 18 اکتبر ساعت 00:10 دقیقه در کیلومتر 105 راه سنت پترزبورگ روی داده است. به سبب هنوز نامعلوم راننده نیسان به جایبار کنار راه و سپس به درخت برخورده است. راننده که 32 سال داشت شهروند تاجیکستان بوده است. همچنین یک زن 34 ساله مسافر این ماشین در جای صدمه جان باختند. یک زن دیگر 34 ساله را در حالت وزنین به بیمارستان بردند و او در ریانیماسیون قرار دارد. درباره شخصیت 2 زن مسافر اطلاعی نشر نشده است که آیا آنها هم از تاجیکستان بودند یا ساکنان محلی. هر سال بیش از 1 میلیون یا تقریبا نصف اهالی قابل کار تاجیکستان با مقصد تأمین روزگار خانواده‌های خود به روسیه به مردکاری می‌روند و هر سال در روسیه بیش از 1000 نفر از مهاجران تاجیک به علت‌های گوناگون ترک این دنیا می‌کنند. صدمه‌های نقلیاتی در برابر فلاکت‌ها در جای کار یکی از علت‌های عمده مرگ مهاجران تاجیک در روسیه به شمار می‌رود. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه‌های ناخوش روز. در 3 صدمه روزهای استراحت در راه‌های تاجیکستان 4 نفر به هلاکت رسیدند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روز 16 اکتبر سال 2021 تخمیناً ساعت 21:00 دقیقه راننده افت-ماشین تمغه خوندای توجیف مطلوب سال تولدش 1996 ساکن شهر پنجکند هنگام حرکت در شورای دوشنبه خوجند چنوق در حدود جماعت دهه زرحلال شهر استرافشان از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به افت-ماشین تمغه اوپل استرا تحت اداره راننده وهاب بابرجان سال تولدش 1995 ساکن جماعت دیوت زرحلال که به سمت روی ایلووگی طرف چپ رو گردش میکرد برخورده است. در نتیجه مسافر افت-ماشین تمغه خوندای خالقوف رسول سال تولدش 1996 و اشورف پرویز سال تولدش 1998 ساکنان شهر پنجکند از جراحت‌های جسمانی برداشتهشان در جای حادثه به هلاکت رسیدند. راننده افت-ماشین تمغه خوندای توجیف و دیگر مسافرش عثمانوف سامانشاه سال تولدش 2000 ساکن شهر پنجکند جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. اینچنین 16 اکتبر سال 2021 تخمین ساعت 16:40 دقیقه راننده افت-ماشین تمغه مسکویچ 412 شریپوف ابراهیم سال تولدش 1953 ساکن جماعت دیوت خستیورز نویه باباجان غفوروف هنگام حرکت در راه ماشینگرد کانیبادام دهمای غفوروف در حدود جماعت دیوت خستیورز به خطری حرکت راه را تامین کردن نتوانسته به یدکه افت-ماشین تمغه واز 2107 تحت اداره راننده زایدوف مقصود جان سال تولدش 2001 ساکن جماعت دیوت خستیورز برخورده است. در نتیجه مسافر افت-ماشین تمغه مسکویچ 412 عبداللهف سعادت قیومونا سال تولدش 1956 ساکن جماعت دیوت خستیورز جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. راننده افت-ماشین تمغه مسکویچ 412 شریپوف جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. متاسفانه روز 17 اکتبر سال 2021 تخمیناً ساعت 15:10 دقیقه راننده افت-ماشین تمغه اوپل استرا خلیموف خاتمجان سال تولدش 1991 ساکن جماعت دیوت جانبخت نویه خوبالینگ هنگام حرکت در شورای دوشنبه خوجند چنوق در حدود جماعت دیوت پوشکند شهر استرافشان از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگرد نوبالغ شاکروف ظفر سال تولدش 2010 ساکن جماعت دیوت پوشکند را پخش نموده است. در نتیجه نوبالغ شاکروف جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. در نتیجه برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 39 ساله ساکن جماعت دیوت رفشن نویه ظفرآباد با گمان قصداً رسانیدن ضرر وزنین به سلامتی
که باعث مرگ گردیده است دستگیر کرده شد. نامبرده 16 اکتبر سال 2021 تخمینا ساعت 20:00 دقیقه در خانه استقامتیش در حالت مستی با مرد 35 ساله همدیه‌اش از سبب مناسبت آشتیناپذیری جنگ و جنجال نموده با کورد خوجگی 3 مرتبه به اعضای بدنش زده است. در نتیجه جبر دیده جرات وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. نسبت گمان شونده پرونده جنایتی با ماده 110 قسم 3 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمند میلیسیا مرد 29 ساله ساکن جماعت دیهات خلقانداز نویه جبار رسولوف همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. نامبرده 11 اکتبر سال 2021 تخمینا ساعت 13:30 دقیقه بارای پنهانی از حدود زمین‌های صحرایی خوجگی دیقونی به نام یوسف جان یک واقع در جماعت دیهات خلقانداز یک سر چاروای کلان شاخدار را که به مرد 41 ساله ساکن امین جماعت تعلق دارد دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرری رسانیده شده 5000 سومنی را تشکیل می‌دهد. نسبت گمانبر شونده پرونده جنایتی با ماده 244 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bamdad.com. خوش باشید.